بینندگان عزیز سلام. طی تقریبا یک ماه می شود که در تلویزیون یعنی مؤسسه دولتی تلویزیون پایتخت تغییرات به عمل آمد و به سمت رئیس این تلویزیون سابق دیرکتور تلویزیون تاجیکستان یکی از ژورنالیست های شناخته تلویزیون تاجیکستان سهراب رؤوف تعیین شدند که راضی شدند که با ما در رابطه با مسئله های تلویزیون پایتخت صحبت کنند. تشکر زیاد سهراب جان. سوال نخست ما این است که طی این یک ماه که همچنان که گفتیم میگذرد چی دیگرگونی ها در ساختار تلویزیون در برنامه‌های تلویزیون پیش آمده است؟ در طول یک ماهی که من به حیث دیرکتور مؤسسه دولتی تلویزیون پایتخت فعالیت دارم، البته خیلی تازه‌کاری ها احساس می شود در کار تلویزیون پایتخت، شروع از آرایش تلویزیون، بعدا گزارش ها، خب برنامه‌های ویژه‌ای که ما تهیه کردیم و پیشنهاد کردیم به تماشابین، خب بعدا سطر روان که قبلا در این تلویزیون راه‌اندازی شده نبود، این رو ما راه‌اندازی کردیم و لایه‌های نوی تلویزیونی پیشنهاد شدن به تماشابین. در این میان شما با رئیس شهر رستم امامعلی البته درباره بهبودی برنامه‌ها و چیزها مشورت صحبت‌های داشتید. نظری ایشان در رابطه با بهبود بخشیدن برنامه‌های تلویزیون چگونه است؟ یگان پیشنهاد خصوصی دادن؟ هر آن دستورهایی که از جانب اجرا کننده وظیفه رئیس شهر داده می شود، حتما از جانب معاون صحوی آن دستور سپارش با ما رسانده می شود و خود همین از شروع از سنه 17 فوریه با پخش صفتی دقیقتش بلند یا با اصطلاح HD پیشکش شدن برنامه‌های تلویزیون پایتخت، این خود جوابگوی توجه زیاد داشتن رئیس شهر به کار تلویزیون پایتخت است. تنها در تاجیکستان تلویزیون ورزش با صفت دقیقتش بلند یعنی HD با تماشابین برنامه پیشنهاد میکند و این دومین تلویزیونی هست که برای تماشابین در این صفت در این شکل برنامه پخش میکند. حالا چی پرابلم ها روبرو است طی یک ماهی که شما آموختید و عملا کار کردید؟ شی تو با 18 ساعت رساندن پخش برنامه ها رو داریم و البته برای این کار انجام دادن نیروهای زیادی ایجادی لازم است و البته تا امروز در این حال 50 واحد کاری در مؤسسه فعالیت میکند و ما چنین تصمیم گرفتیم که در ماه‌های آینده البته با دستگیری رهبری شهر واحدهای کاری رو در مؤسسه زیاد کنیم، چون که طول 18 ساعت پیشنهاد کردن برنامه‌ها در تلویزیون این اصلا کاری آسان نیست، کاری ساده نیست. تماشابین هم خیلی سرطلب شده است، تماشابین هم خیلی دانای و زیرک است و نه به هر چیز توجه میکنند و داشته توانستن اودیتور جلب کردن برای در نزد اکران، این کاری آسان نیست، چون که تجربه که من انداختم در جوانمایی که مثلا از روزهای اولی این مؤسسه من فعالیت کردم بعداً در تلویزیون تاجیکستان، این همیشه من میگفتم که هیچ وقت کار کردن در تلویزیون و تماشابین پیدا کردن این کاری ساده هیچ وقت نبود. آیا شما در نظر دارید که برنامه‌های گفتگوی مستقیم با بیننده‌ها یا برنامه فرض کرده میکروفون آزاد در خیابان‌های شهر دوشنبه براه مانید، یا اینکه شما در نظر دارید که رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی رو بیارید و با مردم، با ساج و مردم با گفتگوی مستقیم تشکیل دهید؟ البته با نظر داشت شرایط امروز ما در نظر داریم که حتما پیش از همه برنامه اطلاعاتی که تا این زمان در شکل ثبت پیشنهاد می شود به بیننده، این برنامه به طور زنده پخش شود، برنامه اطلاعاتی و البته برنامه‌های مثل که یک تماس و رابطه باشد با تماشابین، حتما ما در روزهای نزدیک این برنامه رو روی کار میاریم، چون که به رابطه، به ارتباط به تماشابین، به مثلا تماشابین خود ما نمیتوانیم که باز از کمبودی و بعضی مشکلاتی که در این ساحه وجود دارد ما ژرفتر آگاه باشیم. سهراب جان، تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز به شما موفقیت می‌خوایم و سپاسگزارم. امیدوار هستیم که تلویزیون پایتخت یکی از بهترین تلویزیون‌های تاجیکستان باشه. امید می‌کنیم. سلام. تشکر. برای کار.